من سپیدم، اینم پسرم نمکه. و شما قراره یه روز خیلی چیل رو با ما بگذرونی. اول بگم که خوردن اول صبح یه جور دیگه میچسبه. بعد از شستن صورت و یه کمی اسکین کر، سرمه طبیعی و فرموجه، چشام تازه باز میشه. بالم لب میزنم و اسپری میرم که صبونه درست کنم. اصلا توت فرنگیه. میخوام ماست میوه‌ای خونگی درست کنم. چیز خاصی هم نمیخواد، میوه میخواد، ماست و مربا. چند قاشق ماست رو با مربایی که میخوایم قاطی میکنیم. من میخواستم ماست میوه‌ای توت فرنگی درست کنم، برای همین توت فرنگی خورد کردم با مربای تمش. به نمک یکم توت فرنگی میدم، همه چی رو با هم قاطی میکنم و خیلی زیباست نه؟ عاشقشم. بعد از صبونه و خوندن کتاب الان وقتشه که دیگه برم پشت سیستم. آقا یه کار بامزه‌ای با هدفونم کردم. پاپیون زدم. گوگلیه. این سفر رو برای اینترو پادکستم طراحی کردم، انیمیشنش هم خودم زدم. بقیه روزم به طراحی گذشت. تاریکی میشه چرا خوابا رو روشن میکنم. من کیکم برام رقصید. ناهار رو با یه ویدیو دیدم. بعدش هم دوباره نشستم پای طراحی. بودورو